واسه پدرای عزیز به دردشون میخوره تو این نسل مریض. هر سیگاری پشتش داستانی داره، بعضیاش یکم جایی ماسمالی داره. ای دیدی بچت از اینا میکشه، باید خیلی زود به روش بیاری. این یه استارتره، یه جور تمرینه، ای آدمو هنوز نشده سیگاری. ای بچت ماربورو گلد میکشه، تبدیل شده به یه تنبل بیکار. تبریک میگم ایشون شوگر داره، کی داره خرج کنه اقد برای سیگار؟ اگرم بچت از اینا میکشه دعواش نکن عزیز، چه کاریه؟ شما باید زودتر از اینا میفهمیدی، حداقل 5 سال سیگاریه. یه مارکیه به اسم 520، حرفای بد پشتش خیلی میگن، فکر نکنی یهو مال پارتنرشه، پسرت خودش زیده یکی دیگن. اگه شما دست بچت کمل دیدی، یهو پانشو بزن زیر گوشش، یه کاغذی تو درش اگر نبود یه جو بزنش بیاد بالا اون جونش. اگه به من دولی دیدی آروم باش، اعتیاد جرم نیست یه بیماریه، سگ نمیتونه این سیگارو رو بکشه، آخه اصلا سیگار نیست سیگاریه. اگرم مگنای قرمز دیدی، ای بچه رو شما بکن کلن ولش، این دیگه سیگار جوابشو نمیده، فقط واسه یه تریاکش مکمله. یک سری از پدرها شاکی شدن، میگن شما توی پست قبلی راجع به سیگار بچه من حرف نزدی، ما هم تکلیف خودمون رو بفهمیم. اگه دیدی بچت XS میکشه، پسرت خیلی آدم جالبیه، قطعا کسب و کارش گرفته، ایشون یه شخصیت کاملیه. اگه تو جیب بچت اسکار دیدی، این وسط جوونیش پیر شده، این یا یه شکست عشقی خورده، شاید هم از زندگی سیر شده. اگه بچت وینی قرمز میکشه، هرچی بهت گفت حرف مفته، این سیگار یه جورایی متاعه، معتاد بکشه فشارش میفته. اگرم دیدی بچه لگیت میکشه، با رفیقاش واسه میان برای هم دیگه، این سیگارو فقط پوستش لاکچریه، هم ارزون مزه سگ میده، یکم به جنسیت شک بکن. اگه دیدی سیگارش شده کنت پاور، خودش هم میدونه عجب آشغالیه، فقط کرده تو پاچش زید فابش. اگه پاکت ماربورو یه تاچ دیدی، فکر نکنی زیاد پول خرج میکنه، داخلش نخی وینستون لایت میذاره، فقط پاکت خالی ها رو جمع میکنه. اموی پولی بذار تو جیب بچه و سیگار بچت هست جیوان باریک، این داره تو فقر دست و پا میزنه، روزگار زندگی شده تاریک. اگر اسموکینگ کیلز روش داره، درست خارجیه ولی بعد خشکه، تولید دهه 90 میلادیه، بزن تو گوشش آدم شه اون کولی کنار آتش، رقص شبانت کو